چی تلخ است از دست دادن فرزند، آن هم در راه حاصل کردن علم و دانش. شمال الدین که خود در مکتب لیسه عالی مولانا یعقوب چرخی و صفت ملازم وظیفه داشته، از آرمانهای پسرش شجاع الدین می گوید و این که چگونه پسرش در راه آمدن به مکتب و شهادت رسیده است. بچه ما خود صنف 4 الف بود، 12 ساله بچه بود. خیلی همیتو در ذهنش بود که درس بخونه. فهمید یا نه خیلی بخش درس کوشش میکنم. از اینجا که میرفت دمی خانه سر کتابچه افتاده با بچه تو کار بار نداری. نه آقا جان تو باش که من فهمید یا نه که ناکام نمانم. در صنف 4 در 4 نیمه کامیاب بود. دیگه خیلی تلاش داشت که نخواهی آقا جان مرا میگفت که من بخیر صنف 5 میرم که تو کنم که تو شم. خیلی ابی ذهن داشت که درس بخونه. دیگه ما گفت من هیچ کار نکنم، فقط یا یک معلم شم یا یک انجینیر شم یا یک دکتر شم.